دوستان نهایت محترم، سلامای گرم بپذیرین. امیدوار هستم که روزای خوب و خوش در پیش داشته باشین. پیش از پیش عید گذشته سعید فطر برای همه شما تبریک و تهنیت میگم و در ضمن از پیام های گرم و صمیمانه تان، از دعایتان جهان سپاس و خداوند را شکرگزار هستم که من یک بار دیگه با شما هستم و کورس درس البته آنلاین ریاضی خود را طبق معمول دایر میکنیم. ما با استفاده از فرصت یک بار دیگر از همه عزیزایی که برای ما پیام فرستادن و آرزوی صحتمندی مرا کرده بودن، تلفن کردن، احوال گرفتن، از همه شما تشکر میکنم و با ویژه از دوست دیرینه خود استاد گرامی پانتون آمبورگ جناب دکتر صاحب اکبر دوست که برغم تمام مصروفات های علمی که دارن، اونا به صفت استاد علم اقتصاد در پانتون هامبورگ و در مؤسسه لوفتانزای هامبورگ و در بعضی مؤسسات دیگه علمی تدریس میکنن، ولی وقت از را پیدا کردن که در شفاخانه نزد ما آمدن جهت بیمار پرسی. یک بار دیگه با استفاده از فرصت از طریق می چینل یوتیوب خود، از چینل تیک تاک ازشان صمیمانه سپاسگزاری میکنم. درس امروز ما عزیزایم به تعقیب درس هایی است که ما شما تا امروز ظاهر کردیم. پاراگراف 15 عملیه جمع کسرها است. اگر شما به یاد داشته باشین، ما در مجموع یک بخش از علم ریاضی را به نام ریاضی کلاسیک یاد کردیم و گفتیم که بخش های عمده از او اما بخش اریتمیتیک است، الجبر است، هندسه است و به مقسم بخش اریتمیتیک را که ما توضیح کردیم گفتیم که 4 عملی اریتمیتیک چی است. اما 4 عملی عمده اریتمیتیک را به لسان آلمانی به نام ادیسیون و سوبترکسیون و ادیسیون، مولتیپلیکاسیون و دیویزیون توضیح کردیم، یعنی عملی جمع، منفی، ضرب و تقسیم. و ما 4 عملیه را همه را مطالعه کردیم، اما صرف در اعداد صحیح. و بعد از او با گفتیم که به علاوه اعداد صحیح در علم ریاضی اعداد دیگری وجود داره که ما امی عملیه های اریتمیتیک را با اعداد دیگری هم مطالعه خواهد کردیم که عبارت از اعداد اشاری است، اعداد کسری است، اعداد جذری است و به می ترتیب. ولی پیش از اینکه به این عملیه ادیسیون برسیم، به عملیه جمع کسرها برسیم، ما خواستیم که یک بار کسرها را مطالعه کنیم که کسر خود عدد کسری چی است. ما تعریف کسر فهمیدیم، ما بعد از او فهمیدیم که کسر صحیح چی است و کسر غیر صحیح چی است. ما فهمیدیم که کسر علامش چگونه است، صورتش هم فهمیدیم، مخرجش هم فهمیدیم. بعد از او ما فهمیدیم که کسرهای معادل چی است و کسرهای غیر معادل چی است. ما بعد از او دیدیم که به طور مثال ما چگونه با کدام استفاده از کدام قاعده های ریاضی ما میتونیم که به طور مثال کسرهای خود را از کسرهای غیر معادل به کسرهای معادل تبدیل بکنیم، یعنی کسرهایی که دارای مخرجهای مختلف هستند چگونه میشد که به کسرهای دارای مخرج واحد ایره ما تبدیل بکنیم. بعد از او ما در درس‌های قبلی اگر فراموش نکرده باشم، من فکر میکنم که ما شیوه دریافت مخرج مشترک را با شما کار کردیم. یعنی که اگر ما چندین کسر داشته باشیم که دارای مخرج‌های مختلف هستند، در او صورت ما نیاز به این داریم که از بین مجموعی از این مخرج‌ها یک مخرج واحد را پیدا کنیم که قابل تقسیم به تمام از این مخرج‌ها باشد. مخرج مشترک به می مفهوم است. وقتی که ما میگیم که عددی که مخرج مشترک تشکیل میده، این عدد مشترک چرا ما به کدام هدف ما میخوایم که پیدا کنیم؟ ما اینو به خاطر پیدا میکنیم که قابل تقسیم به تمام از این مخرج ها باشد. یک عددی که قابل تقسیم به تمام مخرج ها باشد، اونمو رو به نام مخرج مشترک یاد میکنم. و این شیوه دریافت مخرج مشترک برای ما بسیار حیاتی است برای حل تمام
عملیه های ریاضی بخصوص در با اعداد کسری. امروز ما در جمع مطالب را که در این محدوده ما در پیرامون اعداد کسری مطالعه کردیم، ما میخواهیم که چند قاعده اصلی را فرودبندی بکنم تا این قاعده ها به حیث قانون در ذهن شما باقی بمانه تا بعداً ما را کمک بکنه در حل مسائل کسری در قسمت ادیسیون، مثلا جمع اعداد کسری، منفی اعداد کسری، ضرب و تقسیم اعداد کسری. ولی اگر این قاعده ها و یا قوانینش ما نفهمیم و او را رعایت نکنیم در حل مسائل، برای ما باز دشواری های پیدا میشد که راه حل دیگه ندارد. یعنی از طریق فکر کردن ما او را پیدا کردن نمیداریم، ما باید قاعده ها را بفهمیم. فلهذا امروز ما کوشش میکنیم که اولین قاعده ای را که ببخشید کامپیوترهای من گل شده، خب خیلی مهم نیست، روشنش میکنیم. یک لحظه به اجازهتون. میکنم که زبانش دیگه است. خب امروز ما کوشش میکنیم که شالوده از این درس هایی را که ما تا امروز خواندیم، پیش از اینکه ما پاراگراف 15 خود را شروع بکنیم، اینم را طی چند قاعده و یا طی چند قانون برای شما توضیح بدیم که قانون ها چی هست و چگونه این را ما باید در حل مسائل بعدی خود رعایت بکنیم. من فکر میکنم که گرچه در جریان درس ها ما این را به طور خب جایی که لازم شده ما این را خواندیم، ولی امروز به طور مشخص ما تحت قاعده اول و قاعده دوم این را میخوایم و قاعده سوم این را برای شما توضیح بدیم. قاعده اول این ریگل اول، ریگل به آلمانی قاعده را میگه. قاعده اول و قاعده دوم توضیح میکنیم، قاعده سوم هم توضیح میکنیم. درس امروز ما همین سه قاعده هسته که این یک مقدمه است برای آغاز پاراگراف 15. قاعده اول ما میگه که برای دریافت مخرج مشترک ما چی باید بکنیم؟ در گام نخست برای دریافت مخرج مشترک کسرهایی که دارای مخرجهای متفاوت هستند، یعنی کسرهای غیر معادل هستند، چندین کسر است، ما در گام اول باید مخرجهای خود را به فاکتورها تجزیه بکنیم. وقتی که اصطلاح واژه فاکتور میه، به این مفهوم است که ما مخرجهای خود را میبینیم که با کدام عدد ضرب کدام عدد اینمی مخرج برای ما میده. یعنی ما مخرجهای خود را به فاکتورهای دالت ضرب تجزیه میکنیم. این گام اول ماست. و در گام بعدی اینمی قاعده اول برای ما توضیح میکنه که در گام بعدی از مجموع فاکتورهایی را که به دست آمده ما از کسر اول یا از مخرج اول کسر اول خود دو فاکتور یا همه فاکتورهایش، میشه که 3 فاکتور باشه، میشه 4 فاکتور باشه، ما تمام فاکتورهایش میگیریم از کسر اول خود را و از کسرهای بعدی خود تنها او فاکتورها را میگیریم که در ترکیب اینمی اعدادی که اینجا نوشته شده و بعدا مخرج مشترک ما را تشکیل میده در ترکیب ازی وجود نداشته باشد. خوب دقت بکنید. گفتیم که قاعده اول قاعده دریافت مخرج مشترک کسرهای نامتعادل است، یعنی کسرهایی که مخرجهای متفاوت دارند. برای دریافت از این مخرج مشترک ما چی میکنیم؟ ما در گام نخست مخرجهای خود را به فاکتورها تجزیه میکنیم. این گام اول ماست. بعد از او انتخاب میکنیم از بین از این فاکتورها او فاکتورهایی را انتخاب میکنیم که مخرج مشترک ما را تشکیل بده. چگونه ما این فاکتورها را انتخاب میکنیم؟ تمام امی باریکی از این موضوع در درس قبلی هم توضیح کردم که در انتخاب از این فاکتورهاست.
و این قاعده برای ما میگه که شما از فاکتور اول همه فاکتورها را بگیرین و از کسر دوم، از کسر سوم، از کسر چهارم تنها او فاکتورهایی را بگیرین که در اینجا وجود نداشته باشد. یعنی در عددی که بعداً مخرج مشترک تشکیل میده در این اعداد ما وجود نداشته باشد. از کسر اول مجموعه فاکتورها را میگیریم، از کسرهای دوم و سوم و چهارم و پنجم و ششم و هفتم و لایتنایی ما او فاکتورها را میگیریم که در عدد ما، در ترکیب از این عددی که در آینده مخرج مشترک تشکیل میده در این ترکیب وجود نداشته باشه. به طور مثال یک مثاله که کوچک بیاریم به خاطر از اینکه صحیح فهمیده شود این قاعده. حرف ما سر قاعده اول است. به طور مثال 2/3 داریم، 5/6 داریم، صحیح؟ ببینم که اشتباه نکنم. 7/8 داریم، 5/12 داریم، و 7/16 داریم. ببینید اگر میال ما برای شما بگم که به طور مثال ما اینمی توی کسر داریم 2/3، 5/6، 7/8، 5/12، 7/16. اگر در بین از اینا این علامه کما نباشد، مثلا این جمع باشد، جمع کلی جمع، شما چی فکر میکنید که از بین از این کدام عدد ما را بگیریم که قابل تقسیم به همه از یا باشد؟ دفعتا مشکل است، نه که فکر کرد. اگر 16 را بگیریم بزرگترین عدد است، 16 تقسیم قابل تقسیم به 3 نیست. صحیح است؟ 16 قابل تقسیم به 6 نیست. اگر 12 را بگیریم به 3 قابل تقسیم است، به 6 هم قابل تقسیم است، ولی به 8 قابل تقسیم نیست. فلهذا پیدا کردن یا دریافت خود مخرج مشترک یکی از فنها و یکی از هنرهای است در علم ریاضی که برای ما برای حل تمام مشکلات ریاضی کمک میکنه، به خصوص برای حل مسائل مربوط به ریاضی کلاسیک و بخش اعداد کسری. این حال به طور مثال ما اینمی سوال حل میکنیم، ببینیم که چگونه ما مخرج مشترک از این پیدا میکنیم. قاعده اول برای ما توضیح کرد که شما در قدم اول چی کنین؟ گفتن در قدم اول شما اینی مخرج ها را به فاکتورها تجزیه کنین. 3 ما مساوی به چیست؟ 1/3. 2 6 ما مساوی به چیست؟ 2/3. صحیح؟ 8 ما مساوی به چیست؟ 2/2/2 2 4 4 2 8. 12 ما مساوی به چیست؟ 2 ضرب چند میشد؟ ضرب 2 4 4 3 12 ضرب 3 2 4 4 3 12. و 16 ما مساوی به چیست؟ 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 2 4 4 2 8 8 16. ما آن فعلا گام اول خود را انجام دادیم. گام اول ما چی بود؟ تمام مخرج های خود را ما چی کردیم؟ به فاکتورها تجزیه کردیم. فاکتور 1 و 3، فاکتور 2 3، فاکتور 2 2 2، فاکتور 2 2 3، فاکتور 2 2 2 2. این کار ما انجام شد. این حال اینمی قاعده اول یا رگل اول برای ما توضیح میده که در گام بعدی شما چی کنید. در گام بعدی میگه در گام بعدی انتخاب فاکتورهایی است که مخرج مشترک تشکیل میده. یعنی ما از بین از اینمی فاکتورها خب دقت بکنید، از بین از اینمی فاکتورها ما باید مخرج مشترک خود را انتخاب بکنیم. کل گپ که اثر از اینمی نقطه است که چگونه انتخاب میکنیم. ما در درس قبلی هم توضیح کردیم، یک بار دیگه تکرار میکنم. ولی قاعده اول برای ما میگه که شما از کسر اولتان دو فاکتور بگیرین،
یعنی 1 ضرب 3 هر دو فاکتور گرفتیم، یعنی 1 و 2 شد. و از فاکتور از کسرهای دوم و سوم و چهارم و پنجم تان او فاکتورهایی را بگیرن که در اینجا نباشه. صحیح است؟ اینا رو ما بگیریم. 1 و 3 را گرفتیم، اینجا چی است؟ 2 و 3. 3 ش داریم. صحیح است؟ تنها 2 را نداریم. ضرب 2. صحیح؟ یه هم خلاص شد. بیاییم در اینجا. 1 دانه 2 ش داریم. اینه 2. صحیح است؟ این 1 دانه 2 را، این 1 دانه 2 داریم. ولی 2 دانه 2 دیگه نداریم. پس 2 دانه 2 را بگیریم. 2 ضرب 2. 2 دانه 2 را گرفتیم. از اینجا پیش بریم. اینجا 2 دانه 2 داریم. 2 دانه 2 خود ما داریم. 1 دانه 3 داریم. 1 دانه 3 هم داریم. پس ما هیچ ضرور نیست که از این کسر خود از کسر چندم است؟ کسر 4 5 بر 12. هیچ ضرور نیست که ما اینجا کدام عدد را برای مخرج مشترک بگیریم. میایم در کسر پنجم خود 16. اینجا ما داریم 1 دانه 2 که 1 دانه 2 داریم. صحیح؟ اینو به این رقم میگیریم. شما بفهمید. دیگه چی داریم؟ 2 دانه 2 ایرم داریم. 2 دانه 2. چی میمونه باقی؟ 1 دانه 2 باقی میمونه. پس 1 دانه 2 خود اینجا بگیریم. صحیح شد؟ اینی عدد ما شد مخرج مشترک ما. این ضرب میکنیم. 2 ضرب 2 4. 4 ضرب 2 8. 8 2 16. 3 16. 3 6 18. 1 حاصل 3 1 3 1 4 48. و 1 ضرب 48 48 میشه. عدد 1 ضرب هر عدد مساوی به خود از ما عدد است. یا به طور مثالی تو میگیریم. 1 ضرب 3 3. 3 2 6. 2 6 12. 2 12 24. 2 24 امام 48. این مساوی به چی میشه؟ 48. پس ما مخرج مشترک از این کسرهای خود پیدا کردیم. از ما فقط قاعده اول با اینجا توضیح میکنیم که قاعده اول ما گفته که شیوه دریافت مخرج مشترک کسرهایی که مخرجهای مختلف داشته باشد یا کسرهای نامتعادل باشد. فلهذا ما مخرج مشترکش پیدا کردیم. این قاعده اول ما خلاص شد. قاعده اول برای ما میگه که ما چگونه مخرج مشترک باید پیدا کنیم. اول مخرج ها را به فاکتورها تجزیه کنیم و دوم از بین از این فاکتورها باید خود ما چگونه انتخاب کنیم که مخرج مشترک پیدا کنیم. کسر اول مکمل میگیریم، همیشه میگیریم. از کسرهای دیگه ما که از فاکتورهای دیگه ما که فقط او فاکتورها را میگیریم که در اینجا نباشد. گرفتیم؟ جوابش 48 برابر. حالا ببینیم که 48 هم به 16 قابل تقسیم است، هم به 12 قابل تقسیم است، هم به 8 قابل تقسیم است، هم به 6، هم به 3. اگر بخوایم که این کسرهای خود را به کسرهای تبدیل کنیم که مخرج واحد داشته باشه، باید مخرج واحدش 48 باشه دیگه. نه؟ پس میبینیم که 3 ضرب چند کنیم که 48 بده، 6 ضرب چند کنیم که 48 بده، 8 به می قسم اونمو عدد که پیدا کردیم صورت و مخرج زیر ضرب زو میکنیم با کسر تبدیل میشه که مخرج‌های یکسان است. بعد از اون اگر بخوایم جمع کنیم که بازو قاعده سوم است، باز برای ما میگه که وقتی که مخرج‌ها با هم مساوی باشد ما صورت‌ها را جمع میکنیم. امیدوارم که فهمیده باشید. ولی قاعده اول بود که فقط دریافت مخرج مشترک است. چگونه؟ گفتیم اینه اول کسرها را مخرج‌ها را تجزیه میکنیم به فاکتورها و دوم کاری که میکنیم از بین فاکتورها انتخاب میکنیم که کدامش اعداد این چیزی ما را تشکیل میده، مخرج مشترک ما را. کسر اول مخرج اول مکمل میگیریم فاکتورهایش و کسر دوم و سوم و چهارم و پنجم و ششم و دهم مختلفش اعداد را میگیریم که در اینجا وجود نداشته باشد. امیدوارم فهمیده باشید. این بود قاعده اول کار با اعداد کسری که این فقط باعث یک قانون مثل از که بیشتر براتون توضیح کرده بودم که جمع ضرب جمع مساوی به جمع است، منفی ضرب منفی مساوی به جمع است، منفی ضرب جمع مساوی به منفی است، جمع ضرب منفی مساوی به منفی است. قاعده است، یعنی قانون است. این هم باید شما به صفت قانون
یاد بگیرن و براتون بسیار کمک میکنن که بسیار زود مخرج مشترک پیدا کنین و سوالات جزئیتون حل بکنین، سوالات کثیرتون حل بکنین در مجموع. قاعده دوم ما میگه چی میگه؟ در قاعده دوم میگه که مقدار کمیت کسر ما تغییر نمیکنه اگر ما صورت و مخرج را همزمان با یک عدد معین و واحد ضرب و یا تقسیم کنیم. یعنی چی؟ اگر ما یک کسر داشته باشیم، مثلا x بر y، مقدار از این کسر ما و یا کمیت از این کسر ما هیچ وقت تغییر نمیکنه اگر این ما طوری نوشته کنیم که مساوی میشه به x ضرب n و y ضرب n، در صورتی که n خلاف صفر باشد. به چی معنا؟ یعنی که ما میتونیم که به طور مثال اگر n تنها صفر نباشه، هر عدد دیگه میتونه باشه، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100. اگر ما این همزمان x خودم ضرب از عدد کنیم، y خودم ضرب از عدد کنیم، در مقدار ازی با ای هیچ گونه تفاوت نمیه، هر دوش با هم مساوی است. و به می قسم ای خود از این مساوی میشه به x تقسیم n بر y تقسیم n. یعنی در صورت اینجا یک مسئله مطرح است که n صفر نباید باشد، خلاف صفر باشد. یعنی به این مفهوم که مقدار و یا کمیت کسر ما بدون تغییر باقی میمانه، یعنی هیچ تغییر درش نمیه اگر صورت و مخرج همزمان با یک عدد معین و واحد، یعنی اگر این دوست یم باید دو باشد، این اگر 1000 است یم باید 1000 باشد، با یک عدد معین و واحد ضرب و یا تقسیم کنیم. این ما هر عدد میتونه باشه ولی صفر نمیتونه باشه. این بود قاعده دوم ما. این فرمول هم شما باید یاد داشته باشین، همیشه در ذهنتان باشد، چون که بدون از این فرمول باز ما شما بسیار مشکل است که سوالای مغلق کسری خود را بتانیم حل بکنیم. این با قبلا هم توضیح کرده بودم، ولی به حیث یک قاعده امروز شما این باید یاد بگیریم. قاعده یعنی قانون. این قاعده دوم. قاعده اول هم گفتیم، قاعده دوم گفتیم. قاعده سوم چی است؟ قاعده سوم ما میشد شامل از این پاراگراف 15 ما که ادیسیون فون بروخن است، یعنی عملیه جمع اعداد کسری. ما جمع را خوانده بودیم ثابت، ولی با اعداد طبیعی خوانده بودیم، ولی در اینجا با اعداد کسری میخوانیم. قاعده سوم میگه که در یک گلیش نمیگه بروخه، یعنی که در یک کسرهای معادل، کسرهایی که مخرجهایشان یکسان باشد. خوب دقت کنن، کسرهایی که مخرجهایشان با هم یکسان باشد، فقط ما صورتها را با هم جمع میکنیم و از مجموع مخرجها یک مخرج واحدش میگیریم. مثلا 2/3 جمع 4/3 جمع 5/3 جمع 7/3. به طور مثال ما از مجموع این کسرهای معادل، یک کسر معادل است، کسرهای معادل کدام کسرهایی بود که مخرجهایشان یکسان باشد؟ از مجموع مخرجها یک مخرج میگیریم و صورتها را با هم جمع میکنیم، یعنی که 2 جمع 4 جمع 5 جمع 7 و این مساوی به چی میشه؟ 2 4 6 6 و 5 11 11 و 7 18. این مساوی میشه به 18/3. ما میتونیم این تو جواب بانیم برش، ولی میتونیم این اختصار کنیم. 1 3 3 6 3 18. این جوابش چی میشه؟ 6/1. 6/1 چیست؟ ما قبلا خوانده بودیم که هر عدد تقسیم 1 مساوی به خود عدد است، مساوی به 6.
جوابش است. اینی سه قاعده را ای تو باید بخی، اما تو پخپو یاد بگیرن دیگه، خلاصه که هیچ وقت فراموشتان نشود. یکی، برای دریافت مخرج مشترک چی ما باید بکنیم؟ چی میکنیم؟ اول مخرج ها را به فاکتورها تجزیه میکنیم، بعد از او از مجموع فاکتورها انتخاب میکنیم. چگونه انتخاب میکنیم؟ مخرج اول خود را مجموع فاکتورهایش میگیریم و مخرج های کسرهای بعدی خود را او فاکتورها را میگیریم که در جمع ترکیب عددی که بعداً مخرج مشترک تشکیل میشه در بین از اون نباشد. مثال ما آوردیم، امیدوار هستم که فراموش نشود. و قاعده دوم فهمیدیم که گفتیم که در کمیت و مقدار کسر ما تغییر نمیه اگر همزمان صورت و مخرج ما ضرب یک عدد واحد و یا معین بکنیم. صحیح است؟ اینجا بگه دوست اینجا بدوست، اینجا اگه 1000 است اینجا 1000 است، اینجا مگه 10000 است اینجا 10000 است. این در صورت است که انخلاف صفر باشه و یا صورت و مخرج همزمان تقسیم ان بکنیم. عین گپ است. در ترکیب و یا مقدار ازی و یا در کمیت ازی و یا در ارزش ازی، هر اصطلاح و واژه‌ای که شما به کار میبرین خوش دارین بگوین، در این تغییر نمیاد عدد ما. و قاعده سوم ما بود که در کسرهایی که کسرهای معادل است چگونه ما جمع میکنیم؟ ما تنها صورت ها را جمع میکنیم و از مجموع مخرج های خود یک مخرج میگیریم. من خواستم که امروز به طور بسیار فشرده اینمی سه قاعده را برای شما توضیح بدم. ما میتونیم کار پیش بریم. مثلا ما میخوایم که در قسمت ادیسیون ما تنها به طور مثال عدد را در نظر گرفتیم که یک چیز است، یک کسر معادل است، کسر است که مخرج‌هایشان یکسان است. ولی بعدا ما شما باید ببینیم که مثلا اگر کسرهایی که مخرج‌هایشان یکسان نیست ما چگونه او را جمع میکنیم. ما سابق فقط مطالعه کردیم که چگونه مخرج مشترکش به دست بیاریم. صحیح است نه؟ ولی حالا ببینیم که چگونه باز جمع میکنیم میشه. کدام مراحل باید ما طی کنیم که ما جمع کنیم. در قدم اول باید ما مخرج مشترکش پیدا کنیم. بعد از او باید کسرهای خود به طور مثال با می مخرج مشترک طور ترتیبش تنظیم بکنیم که طوری تنظیم بکنیم که کلش مخرجایش اونم تو یکسان باشد، تنها اون مخرج مشترک باشد. بعد از او با صورت‌ها رو جمع میکنیم و از مخرج‌های معین یک مخرجش میگیریم. باز ما در بعداً به طور مثال سوالات ما که نه تنها کسرهای نامتعادل، یعنی کسرهایی که مخرج‌های مختلف دارن، نه تنها چین بلکه با کسرهایی را خوادیدیم که کسرهایی است که با اعداد مختلف است. مثلا اعداد سیم دارد، عدد کسری هم دارد. و چگونه باید ما شما جمع کنیم؟ اونجا هم یک قاعده هایی است که بعدا در درس بعدی باز رو ما براتون توضیح خواهم دادم. و ببینیم که دیگه چی در اونجا خواهد آمد. این بود فشرده درس امروز ما. من تا یک مثال دیگر هم اینجا از این کتابی که ما برای شما درس میتونم اینجا توضیح میکنم. ببینیم که یک مثال خود کتاب آورده او چی هست. یک ببینیم. در قاعده سوم در کتاب یک مثال است، اینجا من براتون نوشته میکنم. میشه چند است؟ 5 4 8 اگر اشتباه نکنم اون تو یک عدد است. 5 بر 9 4 بر 9 8 بر 9 7 بر 9. ببینید اینجا در این کتابی که ما شما از روی از این درس میخوانیم در اینجا یک مثال آورده که مثلا یک کسر معادل است که تمام مخرجایشان با هم یکسان است. چگونه ما را مطابق قاعده سوم ما را جمع میکنیم؟ ما را طوری جمع میکنیم که از مجموع از این مخرج‌ها ما یک مخرج واحدش میگیریم 9 و صورت‌ها را چی میکنیم؟ با هم جمع میکنیم. 5 جمع 4 جمع 8 جمع 7. 5 و 4 9 9 و 8 17 17 و 7 میشه 24. 24 بر 9. این می جوابش است. ولی اگر این رو بخواین شما کم ساده تر نوشته کنین، کم ساده تر
24 تقسیم 9 میکنیم. 24 تقسیم 9 چند میخوره؟ 1 9 2 9 18 میشه. 2 صحیح 2 9 18. از 24 که 18 بره چند میمونه؟ 6. 6 دیگه باز به 9 قابل تقسیم نیست، پس 2 6 بر 9 میشه. اینه دیگه باز خودتون که تقسیم کنین نمی عین عدد میده. 2 6 بر 9. اینا اینجا ببینیم متوجه میشیم که یم جوابش هست. این رقم هم میتونیم نوشتهش کنیم. و این اگر دیگه هم بخوایم که یک کمک مختصر بسازیم، ما نوشتهش میکنیم. این مساوی میشه به چی؟ خب از این نتیجه میشه. نتیجه میگیریم. علامه نتیجه ماست که 2 6 بر 9 مساوی به چیست؟ اینجا ببینیم 6 و 9 اردوش قابل تقسیم به 3 است. 2 6 3 9. این مساوی به چی میشه؟ 2 2 بر 3. فلهذا این سوال هم 3 است. ببینیم ما سوالی که در کتاب داده بود یک چگونگی جمع کردن یک کسر معادل است. یک کسری که مخرجایشان با هم یکسان است. گفتیم که از این مخرجش یک مخرج واحد میگیریم و صورت جمع میکنیم. 24 بر 9 شد. 24 بر 9 مساوی میشه 2 بر 6 بر 9 شد. 2 بر 6 بر 9 رو دیگه مختصر ساختیم. 2 بر 2 بر 3 شد. تمام از اینمی کسرها، اینمی جوابا ببینید شکلایش فرق میکنن. این 24 بر 9 است، این 2 6 بر 9 است، این 2 2 بر 3 است. همه از این با هم مساوی است. یعنی در ریاضیات، علم ریاضی برای تو میتونه به طور مثال با در نظر داشت شیوهی که تو خود حل میکنی جوابای متعدد برات بده. البته تنها از نقطه نظر شکل، ولی محتوایشان یکسان است. اگر همه از اینا را تحلیل و تجزیه بکنی یک جواب برات میده. اینه میرم به طور مثال ما میتونیم نوشته کنیم یک چیز دیگه، مثلا 3 ضرب 2 6. 6 و 2 قاعده را هم خوانده بودیم اینه که ما مخرج ضرب عدد صحیح میکنیم، جمع صورت میکنیم، تقسیم مخرج میگیریم. 3 ضرب 2 6. 6 جمع 2 8. این مساوی میشه به 8 بر 3. این عدد همشون از نقطه نظر محتوا و کمیت کلش یکسان است، ولی از لحاظ شکل فرق میکنم. اگر خواستیم باز یک روز دیگه صحیح براتون ثبوت میکنیم که چرا کلشان یکسان است. اول به طور مثال ببینیم بخوایم که ثبوت کنیم. نه بیاین کمی ثبوت کنیم براتون که دلتون چیز نگرده که چرا والا امروزی کارا نکردیم. ببینیم ما 3 جواب داریم. ما میخوایم که طوری ثبوت کنم که کل از اینا یکسان است. اول میگیریم 24 بر 9. 24 بر 9 به چند قابل تقسیم است؟ اگر به 3 بگیریم 8 3 24 میشه، 3 9 میشه. این مساوی به چی شد؟ 8 بر 3. 8 بر 3. و 2 6 بر 9 چیست؟ ما این خوانده بودیم که به طور مثال ما چگونه به طور مثال یک عدد صحیح و عدد کثیر چگونه به طور مثال به عدد کثیر تبدیل میکنیم. 9 2 18. 18 و 6 چند میشه؟ 18 و 6 میشه 24. این مساوی به چی میشه؟ 24 بر 9. این 24 بر 9. بازی 3 9 8 24. این مساوی میشه به 8 بر 3. 8 بر 3. 8 بر 3. کلش 8 بر 3 شد. در حالی که در جواب اول ما شکلها کلش فرق میکرد. ما براتون گفتم که محتوایش یکسان است. براتون ثبوت کردم که محتوایشان کلش یکسان است. امیدوار هستم که درس امروز گرفته باشیم، گرچه بسیار فشرده و مختصر بود. 3 قاعده اساسی عملیه های ریاضیکی با اعداد کسری بود که قاعده اول بود که چگونه ما میتونیم که مخرج مشترک پیدا کنیم. قاعده دوم بود که صورت و مخرج اگر ما ضرب یک عدد واحد کنیم در کمیت و مقدار کسر با تغییر به وجود نمیاد. و قاعده سوم بود که اگر ما بخوایم که یک کسر معادل را، کسرایی که مخرجایشان یکسان باشه، جمع بکنیم، تنها صورت‌ها رو جمع میکنیم و مخرج از مخرج‌ها یک مخرج میگیریم. دیگه اینمی بود درس آخر ما. امیدوار هستم که شما تانسته باشین در این فاصله زمانی که ما یک وقفه آمد
در تدریس کورس‌های آموزشی ریاضی ما شما تانسته باشین که همون ویدیوهایی که وجود داره در شبکه‌های اجتماعی او را تکرار کرده باشین و اگر سوالاتی وجود داشته باشه پیشتان مهم نیست. از روز درس اول ما تا درس‌های اخیر ما همیشه در خدمتتان هستم، از طریق تیک تاک، از طریق یوتیوب یا از طریق صفحه فیسبوک که برای شما معرفی کردیم. شما همیشه میتونین سوالات را مطرح بکنین. براتون روزای خوش آرزو میکنم. خدا نگهدار.